به نام خدا، بنده فاطمه سریرایی هستم، رئیس و امین اموال موزه آذربایجان. به موزه آذربایجان خوش اومدین. موزه آذربایجان دومین موزه ملی ایران هست که در زمینه باستانشناسی فعالیت میکنه و یکی از بزرگترین موزه های ایران هست. طراح موزه آقای آندره گودار فرانسوی هستند. این موزه در سال 1341 رسما افتتاح شده و به عنوان یکی از بهترین و بزرگترین موزه‌های شمال غرب ایران به فعالیت خودش ادامه داده. این موزه در 3 طبقه و 4 گالری برای بازدید هست. طبقه‌ای که الان ما داخلش تشریف داریم و حضور داریم مربوط به آثار پیش از تاریخ و در واقع تاریخی ایران هست که مجموعه آثارش از 7000 سال پیش شروع میشه و تا دوره ساسانی ادامه پیدا میکنه. طبقه اسلامی ما آثارش از قرن 4 هجری باز تا دوره قاجار هست که شامل سفالهای زیبای دوره اسلامی، هنر فلزکاری و چینی‌های بسیار زیبای دوره‌های مختلف ایران هست. بخش در واقع گالری سکه و مهر ما هم در طبقه فوقانی قرار داره که زیباترین سکه ها از دوره هخامنشی شروع و تا دوره قاجار ادامه پیدا میکنه. مهرهایی که مربوط به 5000 سال پیش هست از دیگر آثار این مجموعه هست که بسیار معروف و مهم هستند و تا دوره قاجار باز ادامه داره این مهرهای ما. طبقه زیرزمینی ما همکنون به عنوان یکی از در واقع نمایشگاه‌های فعال در زمینه تاریخ و باستانشناسی هست که آثار بسیار زیبایی را از قلعه ضحاک هشت‌رود منطقه هشت‌رود که مربوط به دوره اشکانی است فعلا در معرض نمایش قرار داده. متشکرم. تشکر. سلام.